کردم وای وای. چرا ای بنده عاصی به سوی ما نمی آیی؟ چرا ای بنده عاصی به سوی ما نمی آیی؟ و هر صبح و سحرگاهی به سوی ما نمی آیی؟ منم با تو، توی با من، چرا بیگانه می گردی؟ منم با تو، توی با من، چرا بیگانه می گردی؟ اگر روزها تو در کاری، چرا شبها نمی آیی؟ اگر روزها تو در کاری، چرا شبها نمی آیی؟ به غفلت مگذران عمرت، از این درگاه چرا دوری؟ زی فضل ما چرا دوری؟ به سوی ما نمی آیی؟ زی فضل ما چرا دوری؟ به سوی ما نمی آیی؟ منم بخشنده و غفار، منم عالی، منم ستار، چرا در مشکلی هر کار به سوی ما نمی آیی؟ منم بخشنده و غفار، منم عالی، منم ستار، چرا در مشکلی هر کار به سوی ما نمی آیی؟ به خانومان تو مشغولی، نداری شوق ما در دل. با خانومان تو مشغولی، نداری شوق ما در دل. دل از دنیا نمیداری، با سوی ما نمی آیی؟ دو دست و پای تو بندن، برندت سوی تاریکی، چرا در گوشه مسجد به دست و پا نمی آیی؟ چرا در گوشه مسجد به دست و پا نمی آیی؟ منم بخشنده و غفار، منم عالی، منم ستار، چرا در مشکلی هر کار به سوی ما نمی آیی؟ به سوی ما نمی آیی؟ عزیزان شاه خوبان در مدینه، عزیزان شاه خوبان در مدینه، چراغ نور ایمان در مدینه. بکن زودتر توافی مرقدش را، محمد ماه رخشام در مدینه، محمد ماه رخشان در مدینه. رسان حاجی سلامی عاشقان را، چراغ نور ایمان در مدینه. عزیزان شاه خوبان در مدینه، چراغ نور ایمان در مدینه. محمد شهید شاه هر دو سراست، خدا نیست لیکن حبیبی خداست. محمد شهید شاه هر دو سراست، خدا نیست لیکن حبیبی
خداست ایام مبتلایی هوا و هوس بدر باری او رو که دارو شفاست بدر باری او رو که دارو شفاست کی بود یارب توافی کعبه و زمزم کنم کی بود یارب توافی کعبه و زمزم کنم بعد از آن رو در مزاری سید کونین کنم بعد از آن رو در مزاری سید کونین کنم دست حاجت بر کشایم از دعا بر درگهش دست حاجت بر کشایم از دعا بر درگهش این دلی مجروح را من زنده و مرهم کنم این دلی مجروح را من زنده و مرهم کنم یا رسول الله بسویم گوشه چشم بکن یا رسول الله بسویم گوشه چشم بکن تا شوم قربان تو خود را خلاص از غم کنم تا شوم قربان تو خود را خلاص از غم کنم تا شوم قربان تو خود را خلاص از غم کنم ز شفقت در دو عالم اشکر زان امتی گفتم ز شفقت در دو عالم اشکر زان امتی گفتم نباشد امتانم من نخواهم عیش جنت را نباشد امتانم نخواهم عیش جنت را النبی صلو علیه صلوات الله علیه النبی صلو علیه صلوات الله علیه وینال البرکات كل من صلو علیه وینال البرکات كل من صلو علیه یا رسول الله یا حبیب الله یا رسول الله یا حبیب الله یا رسول الله حبیبی خالقی یکتا تویی یا رسول الله حبیبی خالقی یکتا تویی برگزیده ذوالجلال و پاک و بی همتا تویی برگزیده ذوالجلال و پاک و بی همتا تویی نازنین حضرتی حق صدر و بدر کائنات نازنین حضرتی حق صدر و بدر کائنات نوری چشم انبیا هم سیدی علا تویی یا رسول الله یا حبیب الله یا رسول الله یا حبیب الله النبي ذكر خبير قوله قول صحيح النبي ذكر قبيح قوله قول صحيح والقرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه والقرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله تداني أمتان عاجزا يا رسول الله تداني أمتان عاجزا عاجزان را راهنما و پیشوای ما تویی شمسی تبریزی چی داند نعت پیغمبر زبر شمسی تبریزی چی داند نعت پیغمبر زبر مصطفی و مجتبا هم سیدی علا تویی یا رسول الله یا حبیب الله یا رسول الله یا حبیب الله یا رب زیدر دیده پرنم نرویم شاد آمدیم با دلی پرخم نرویم این درگاه تو درگاه نومیدی نیست این درگاه تو درگاه نومیدی نیست نومید کسی نرفت است و ما نرویم الهی از کرم بر عاصیانت لطف و احسان کن
کن، سوادی نامه ها را شستشو در بحر غفران کن. مکن شرمنده ای روزی جزا این خاک عاصی را، مکن شرمنده ای روزی جزا این خاک عاصی را. زی لطفی خود به این اهل خجالت ستر عصیان کن. به بیماری گناه نبود به جز لطفی تو دارویی، به بیماری گناه نبود به جز لطفی تو دارویی. حکیمی حاذقی بر درد هر درمانده درمان کن. به وقتی جان گرفتن دیوی ملعون حمله می آرد، به وقتی جان گرفتن دیوی ملعون حمله می آرد. سلامت بندگان را از قریبی شر شیطان کن. با وقتی قبض کردن جانشین تلخی ها دارد، با فضلی خود یا رب مشکلی ما را تو آسان کن. مرگ ها در لحد با گرزی آتش بار می آید، مرگ ها در لحد با گرزی آتش بار می آید. سوالش را جوابش با ثواب از لطف و فرمان کن. چو سبزه سرکشد در روز محشر آدمی از خاک، چو سبزه سرکشد در روز محشر آدمی از خاک. به گردای قیامت رحم بر اهل عصیان کن. ندارم از عمل جز معصیت هنگامی سنجیدن یا رب، ندارم از عمل جز معصیت هنگامی سنجیدن. ترازو را گران از فضل خود در وزن میزان کن. خروشی دوزخی سوزندگر حلمی مزید گوید، خروشی دوزخی سوزندگر حلمی مزید گوید. خلاص این عاصیانی خسته را از نار سوزان کن. خلاص این خاصیانی خسته را از نار سوزان کن. جنون از حاصلی هر دو جهان دیدار میخواهد، جنونی از حاصلی هر دو جهان دیدار میخواهد. بسوی دیدار مشتاق ما دیدار عریان کن. یا رب تقبل توبتنا وتب علينا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله تباركا طيبا مباركا فيه. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين، اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم تقبل منا دعاء وبلغ ما حصل من الثواب إلى روح محمد عليه الصلاة والسلام، إلى أرواح أهل بيتي وجميع صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح جميع إخوتي من الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح أصدقائك أحبائك أوليائك، إلى أرواح أهل الصدقات والإحسان، إلى أرواح أهل المنزل والمكان، إلى أرواح أهل الحاضرين والغائبين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وتقبل منا دعاء وتجاوز عنا وعنهم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم يسر علينا أمورنا واشرح لنا صدورنا واهدنا إلى الصراط المستقيم وانصرنا على القوم الكافرين. وتقبل منا دعاء إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم تقبل منا دعاء بفضلك وجودك بحرمة نبي المختار وأولى أصحابه الأطهار وجميع عبادك الصالحين في العالمين. وتقبل منا دعاء رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. وصل اللهم على خيرة خلقك ونور عرشك وآله وصحبه وجميع إخوته من الأنبياء والمرسلين تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم. و ورقه ها و صحیفه های او هستند، همو تکراری به تکرار تا روز قیامت همچون گوشزد یادآوری با تکرارشان میکنه. طوفان حضرت نوح علیه السلام، طوفان در زمین و آسمان نشده است، از در کره زمین مشرق تا به مغرب تکراری با تکرار طوفان شده است، چه در زمین چه در بحر بر، چه در بر چه در بحر طوفان شده است. کدامایش که از همون زمان قبیله های نوحی نجی اللهی با مانده‌اند، برای ما خاک ایروی تاریخ دنیا یا ایروی تاریخ دین خبر نوح علیه السلام دارند. طوفان میفرسته خدا و سبب طوفان فرستادن در زمان نوح علیه السلام و خدا به قرآن تفصیلا بیان کرده است. چرا من نوح زمان شده طوفان فرستادم؟ طوفان در زمین هم میشه، در بحر هم میشه، بحری و بری. خداوند جل جلاله کتاب ها قصه های دینی و مسلمانی شاهدند که در زمان حضرت نوح علیه السلام و یک روایت 4 یا زیاده یا کمتر سبب هایی که بود که خداوند طوفان فرستاد. بعضی معرخین حتی میگویند که یک تاش سببش دعای حضرت نوح علیه السلام که به قرآن خداوند این دعا را بیانات داد و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و خبردار کرد. استعیذ بالله و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. و گفت حضرت نوح علیه السلام پروردگار من نمان نگذار بر بالای زمین در زمین یک شخصیتی که یک حولین و در یک خانه می درای از کافرین نگذار. خداوند یک سببش طوفان حضرت نوح علیه السلام همین دعا علیه السلام همین دعاش بود. یعنی روایت که 40 سال حضرت نوح علیه السلام گریستن، سبب گریهشان یک تفسیر و یک روایت همین است که به سبب دعای کردگی خودش 40 سال گریست پیش خدا جل جلاله، معذرت بی بیچارگی و پشیمانی کرد که چرا این دعا را کردم من. نباشه و مقصدش از دعا کردن چی بود؟ پاکی کره زمین، پاکی زمین از بیدینان و بی ایمانان، از زناگران و مشرکان و بتپرستان و غیر خداپرستان و شریک آورندگان و شرابخواران. قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. و یاد بیاری محمد صلی الله علیه و امت را خبردار کن وقتی را که گفت نوح پروردگار من نگذار در زمین علی الارض بر بالای زمین مگذار از جمله کافرین دیار جمع دار، یگان آدم یه حولین به درآمدگی کافر نمانش زنده نمانش. اون ندانست که همه کره زمین غرقه طوفان نوحی می شود. درباره همین پشیمانی کرد و گریه کرد. یک سبب دیگری طوفان نوحی علیه السلام شرک، یعنی مشرک، بتپرستی به خداوند شریک آوردن. به خداوند هر طایفه هر خیل شرک می آورند. بعضی بتها را در برابر خدا می دانستند، بعضی آفتاب و ماهتاب شریک خدا دانستند، بعضی ستاره ها را شریک خدا آوردن، عبادت کردن، سجده کردن مثل آفتاب و ماهتاب و ستاره ها. بعضی باد و باران سجده کردن، گفتن سبب حیات زمینه. بعضی طوفان و رعد و برق خدا قرار دادن. هر طایفه های خداهای در برابر خدا قرار دادن. شرک یعنی که مشرکی سبب هلاکت قوم نوح علیه السلام. یک سبب هلاکت و طوفان آوردنشان شرکی به خدا شریک آوردن. یک دیگرش اکن شرکت که آورد کفر در بر میگیره. یک سبب دیگرش زنا جمع شدن دو شخصیت از مرد زن که در کمالات زندگانی هستند، به غیر نکاح ایمانی، به غیر نکاح مسلمانی، به غیر عقد شرعی که خداوند بیانات داده است. در کدام شریعت و کدام زمانی که باشد، در زمان کدام پیغمبری، یعنی که زنا. یک تا دیگرش چی؟ شرابخواری یعنی عرقخوری.
یک تای دیگرش به یک روایت دزدی و غارتگری، به یک روایت خونریزی که با سبب همون دزدی و غارتگری خود خونریزی پیدا میشه و با وجود میآید. انا طوفان تا امروز هر روز یک واقعه دیگه سرزمینی هست، همه گوشزدشان میشه، با خبرشان میده که این طوفان فهمیدی سبب از کجا شد. امینا هیچ جستجو داره کنه ای ایگجا شد، ای چرا ای کل شد، آب بحر چرا بلند شد یا شمال زیاد شد. شمال خداوند به قرآن بیانات داده است، خودش گواه شده است و به کلام مقدس بیانات داده است که مفسرات در باب بادها که به یک روایت 40 باد از درگاه خدا از خزینه خدا میوزد، از همین 40 باد به یک روایت 39 تاش به ضرر مخلوقات و موجودات ای، مگر یک تاش، مگر یک بادش به منفعت نیکویی است. 39 تا دیگه‌اش به ضرر، یا در انسان یا در جن یا در خوراکه یا در پوشاکه یا در کوه یا در دریاها یا در باد یا در زراعت یا در نباتات یا در مخلوقات بری و بحری دیگه تاش ضرری داره. این گوشزدشان میکنه، همون باد و باران ها و طوفان ها گوشزدشان میکنه. همون قصه های حضرت نوح به خاطرشان میاره که همین سبب همین آمدنش در همون زمان همین گناه ها بود، کفر، شرک، کفر مقید، کفر، شرابخواری، زنا، خونریزی، قتل غارتگری. قتل غارتگری قتل غارتگری سیما و صورت دیگر گرفته است. و سیما و صورت دیگر همچون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت شراب تا روز قیامت امتی من 40 نام دیگر میکنن، عرقه نامای دیگر میمونن و خوردنش میگیرن. بازی را میگن که اوی گندم، اوی جب، اوی انار، اوی قبرستان، اوی فلانستان گفته او میخورنش. من همین معنا ده 40 نام دیگرش میکنن. انا برای همین انا اینا برای گوش زدن این طول 5-10 ساله های نزدیک که میرگون و خبر عموم جهان یک با خبری مینه و اطلاعات جستجویی مینه، ببینه که چقدر باد و باران ها شد، چقدر طوفان ها شد در سرزمین ها، چقدر باد و باران شد. همون حضرت نوح علیه السلام طوفانش هم باد بود هم آب. یکی از معجزاتی که به حضرت موسی علیه السلام آمده بود، یک معجزش چی بود؟ طوفان بود، یعنی آبخیزی. یک روایت قطعی یک آبخیزی و یک روایت به یک تفسیر آبخیزی آورد خداوند در 9 آیت به حضرت موسی علیه السلام یادزدشون میکنه که برای چی برای چی همون آبخیزی و همون بالا را در همون 9 آیت، در همون 9 بالا 9 علامت معجزه حضرت موسی خداوند داده بود و آورده بود بسرشون. سببشان کفرشان دین موسوی را قبول نکرده بودند، شریعت خدا را جل جلاله را قبول نکرده بودند. و یک روایت که در بنی اسرائیلی ها در مصر آب تا قرتقشان خسته بود، اگر کدیمش میخواست استراحت کنیم یا پس میشیش همین خم که میشید آب غرقش میکرد میکشتوش. انا هم تا میگشت، این هم تا همینجاش آب میگشت، نمیکشتوش خدا، هم خیلی میگشت. چند مهلتی که دوام کرد 3 روز، 7 روز، 18 روز یا 40 روز یا از این زیادتر به یک روایت، همین فقط نجاتش در همون محنت قطعی همون گشتن بود. اگر خم میشید در درون آب ایترینه که یک خم شوه قگ نفس بگیره و استراحت کنه تا او بالا شه، پس میشید دیگر نجاتش نمید، او نجیق میکشتش، او فشارش میآورد هلاکش میکرد. ما طول چند سال شد خارجی ها را، ممالک خارجه را دیده ایستیم، اینجا تا اینجا تا اینجا بار و بنداشون در دستاشون ماشیناشون او رفته ایست از در بین خانه ها و در بین کوچه ها. این چیه؟ این چی خبره؟ این چیه ای خودش؟ این خبری ایمان بیاره به دین قرآن، به دین محمد علیه السلام. همین بالا به سر موسی علیه السلام و قومش آورده بودیم، ما برای دین موسی و تورات موسی را کلام خدا را قبول نکرده بودن، برای همین که آورده بودیم. اینا عبرتن، همه اینا عبرتن. یا جنگل ها صدها هزار جنگل میسوزه، طول 15 سال ها نشان داده است. یا تخته دماغ و شما 50-100 سامان آمده است. خداوند زیاده از 10 قصه داره که باغهای امت ها را خداوند باد آورد توش، اون باد آتش داشت. خداوند گفت که باد ما میفرستادیم که در درون باد آتش ای اینم خیلی مهربان درونش علاو داره. با چی چیزی میگذشت از سنگ و درخت و خانه و مخلوق و موجود و آدم میسوزان، یک چیزی سیاهی سوختش میکرد، یا خاکستر توده سنگ خاکستر گشتش میکرد. این همین هم یک نشانه هموی، این هم یک بایگری درخت هم سبب امارت و آبادی دنیا هم. این همینا را که یک
خداوند او را برای رویاندنش، سبزاندنش، کلان کردنش چقدر محنت زمین و آسمان، باد و آب و باران و آفتاب و ماهتاب و چقدر نشأ و نما دیم مجزدن صدها هزار گیکتر سوخت است میگه، خاکستر شده است، آتش و سوزاندنیش پس کردن نمیتونن، حتی آدم ها هلاک میشوند، حتی اینکه همون اسباب ها و تکنیک های آسمانی قطع آب میبیارن میپاشن نمیشه. اینا همش همون معجزه های پیغمبران علیهم السلام، نشانه های همونه که خداوند باز هم به تکرار بوشدت میشه که ایمان بیارن. زمین جنبش طول چند ساله های نزدیک آخر که چند امت خداوند بعضیش به طوفان، بعضیش به باد و باران و طوفان، بعضیش به آتش، بعضیش به زلزله خداوند هلاک کرد، خداوند هلاکشان کرد. این زمین جنبش در چند مملکت، در مملکت های مسلمان، غیر مسلمان، این هم گوش داد به خبر از همون جا. برای همین اینا همش برای عبرتن، برای مسلمان توبه و ندامت و پشیمانی و استقامت در ایمان و اسلام و دین شریعت. برای کافران باید که توبه کنن، از کفر و ایمان بیارن. اینا همش معجزات خداوندن که پیاپی این هم یه مهربانی خداوندن که با بالای آنها که علامت ها را میبیاره، کنی ایمان میارن، کنی توبه میکنن، که از کجا سبب شد جستجو میکنن. اینا کی سبب کرد؟ مسبب حقیقی کیست؟ که حکومت دارد در زمین و آسمان ها و باد و باران و کوه و دریا و زمین ها، که خداوند اینقدر صنعت نمایی میکنه، اینقدر قدرت نمایی، معجزه نمایی میکنه، برای عبرت بگیرن، توبه کنن، پشیمانی کنن از تاریخ ها و آثارخانه های پیشینشان، از نصیحت ها و تربیه های کلانسالان و پیشرفتگانشان، چی از دیندارهاشون و چی از بیدینهاشون. یعنی یک یادآوری کنن که همین چیزها با کدام سبب ها پیدا میشه در کره زمین، که خداوند بسم الله الرحمن الرحیم است، خداوند ارحم الراحمین است که در این بلاهای زمینی و آسمانی، باد و باران و آبخیزی و زمین جنبش و سوختار و هزارها مخلوقات خداوند، هزارها مخلوقات بیگناه، هزارها مخلوق موجود از بین میره و هزارها نعمت، هزارها نعمت ها، آبادی ها از دست می رود که برای یک آبادی صرف خرج می شود. برای این را به نظر عبرت گرفتن در کار، برای هر یکی ما و شما عبرت هست، برای هر یکی کره زمین، برای همه مخلوقات و موجودات، علل خصوص برای انسان و جن. انسان و جن عبرت که عبرت بگیرن، نصیحت بگیرن، تربیه خدا را بگیرن. برای همین خداوند در آیات قرآن بسیار بعضی جا آیات را نصیحت، بعضی جا با لفظ حضرت رسول اکرم دین و شریعت را نصیحت، جای موعظه و وعظ. یعظکم الله در یک سوره 2 بار پند میدهد شما را خداوند جل جلاله. ذکرا للمؤمنین، قرآن پند است برای مؤمنین. برای چی مؤمنین خیر کرد؟ برای بیشتر منفعت گیرندگان از عبرت های قرآنی مؤمنین و مؤمنات می باشند، مسلمان و مسلمات می باشند. خداوند به لفظ ذکر، به لفظ حکمت، به لفظ رحمت خداوندش قرآن را آورد. از همین گوشه است که استعیذ بالله و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دین و شریعت محمدی، پیغمبری محمدی را خداوند همش رحمت قرار داد. کسی که از این رحمت ها دور باشه خدای نخواسته، خواه رحمت فرضی باشه، نماز و روزه و حج و زکات، خواه رحمت واجبه باشه مثل دیگر واجبات، یا رحمت سنت باشه، سنت باشه، یا رحمت مستحبات و آداب الهی و آداب رسول خدا و آداب قرآن باشه. هر یک انسان قدر قیمتش نزد خدا و رسول خدا به قدر ایمان و عمل صالح، به قدر ترسگاری و عمل صالح اجرا کردن. برای این دنیا همه واقعات و حادثاتش، همه اینا برای عبرت، برای نصیحت، برای تربیه های. اینقدر آبادی ها را ویران شدنش، اینقدر ملت و مردم ها را غم و غصه و اینقدر فرزند ها را تلف شدنش، اینقدر جان ها را از دست رفتنش، جان از دست رفتنش، انسان به جان شدنش، این با که این قدر مشکلات نه، یک انسان به ایمان بره و خدای نخواسته نعوذ بالله، این خطر مشکلی و وزمینی، این بسیار بسیار بانگ خطر، خدای نخواسته. وقتی خداوند مسلمانان را اوائل این امت خداوند به قرآن خبردار کرد، استعیذ بالله و کنتم علی شفا حفرة من النار، شما بر لب چاه دوزخ بودید، بر لب چاه آتش بودید، که خداوند به دین شریعت قرآنی شما را نجات داد.
حضرت محمد علیه السلام را پیغمبر کرد و شما را به واسطه نجات داد، شما را خلاص کرد، شما را خداوند به هدایتش. همه این دنیا عالمی هستی این همه عبرت خداوندی است. حتی اینکه این حکمت ها و این معجزه های خدا در هر یک قطعه و در هر یک سرزمین و در هر یک قلمرو و آمده در هر یک حولین و آمده بعد او در هر یک جسد و روح همین معجزه های خدا دیده می شود. همین معجزه های خدا دیده می شود. یا انسان میگن که سسبش بلند شده